پارتی دوم خیلی خوش اومدین. اگه پارتی اول رو ندیدین لینکش اینجاست، بزنین روش اول ویدیو اول رو ببینید تا بریم سراغ دومی. این یکی رو باز میکنم. حالا که من دارم اینو باز میکنم شما هم بیکار نباشین ویدیو رو لایک کنین. لایک کردی؟ لایک کردی یا نه؟ بچه‌ها توش یه شانسی دیگه بود. با این چقدر چندشه. کیمدی بچه‌ها توش کیمدی بود. نه کیمدی نیست ولی یه چی مثل کیمدیه. و یه ماشین. ببینم این چیه؟ به قرآنگه ها؟ بچه ها این یه همچین چیز بشه چندشیه. میدونین چی از این شن جادویی هست با یه دونه شابلون که یعنی به چابشی نشن بازی. ولی چیز جالبی بودا. این یکی هم سری واکنیم. این یکی تحتی هیچ شرایطی وانی میشد. من رفتم تیغو بردم ببینم. بله با تیغ بالاخره واشو. خیلی خوشگله. وای بچه ها، وای این چقدر خوشگله. این تکراریه فکر کنم. یه ماشین، یه عالمه بادکنک. اوه باره کشی. راستی بچه ها این دوتا 175 تومن بود خب، که نسبت به قیمتش واقعا چیزایی خیلی خوبی توش بود. ولی فکر کنم 50-60 تومن گرونتر بود که خب واقعا هم چیزای خوبی توش داره. مثلا همین خودکارا نگاه چقدر خوشگله. و به نظر من این مارک خیلی شانسی های خوبیه. تا ویدیوی بعدی خدافظ.